سلام علیکم برادران عزیز و همدیاران عزیز و گرامی قدر. من پدر منوچهر کیستانی با شما گفتنی هم که همین سخنایی که همین منوچهر کیستانی میگه همش دروغن و او گریه هایی که در برآمد دیروزه اش برآمد کرد گریه میکنه گویا که تمام اگه همه تاجیکستان نکشته شدن همه یا دروغ، همه گپا یا دروغن و فریفته گپا ای بچه نشه. من هزارها بار گفتم و باز میگویم که ای راحت بگرد در ای رای غلط نرد که اخیر پشیمان میشه، یگان فایده نداره. دیگه چی بگم؟ اگر هزار بگم اگر بفهمی میفهمی، نفهمی نمیدونم دیگه چی بگم. اگر از می راحت نمیگردی من از طور فرزن بیزارم.